این زن سوزان پاتواکیان نام داشته 20 سال پیش در سن 16 سالگی در یریوان کودک به دنیا آورد. سال 2000 من طفلی سالم تولد کردم. مرا مجبور کردند که از او دست کشم. آنها گفتند که سلامتیش مشکل دارد. آنها به من یک ورقه خالی دادند، مجبور کردند که به طور خطی از فرزندم دست کشم. به گفته این زن، طبیبان تهدید کردند که اگر سرکشی کند درباره پدر 21 ساله کودک به پلیس خبر می‌دهند. وکیل او میگوید قضیه پاتواکیان یک بخشی از عملهای بازار سیاه فرزندخوانی غیرقانونی می باشد که سالهای طولانی با اشتراک منصبداران بلندپایه دولتی، شفاخانه ها و یتیمخانه ها در ارمنستان وجود داشته است. مافیای قدرتمند ارمنستان به هر کار قادر است. آنها در اداره های دولتی و به ویژه دادستان کل کشور ارتباط دارند. مافیا ارمنستان را به پرورشگاه کودک برای بازار سیاه تبدیل داد که پدیده دهشتناک است. ماه نوامبر خدمات امنیت ملی ارمنستان ابراز داشت که تفتیش جنایی پرونده های سرشمار فرزندخوانی غیرقانونی کودکان ارمنی از طرف خارجی ها را شروع کرده است. توجه روی قضیه 54 کودک است که در بین سالهای 2016 و 2018 به فرزندی قبول شدند. فرزندخوانی نباید زیر نظر تنها یک اداره صورت بگیرد. در این روند باید حکومت‌های محلی، زایشگاه‌ها، وزارت بهداشت و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی، یتیمخانه‌ها و دیگر اداره‌های دخلدار شرکت ورزند و واقعاً از احتمال دور نیست که منصبداران و همه این نهادها در این کار نقش داشتند. در چند هفته اخیر رئیس اداره اکوشری و گینکولوژی ارمنستان و یک عده مقامداران دیگر ارمنی بازداشت شدند. صرف نظر از اتهام و شهادت‌های قاچاق کودکان، حکومت‌های پساشوروی ارمنستان نظام مراقبت سرنوشت کودکان در خارجه به فرزندی قبول شده را راه‌اندازی نکردند. وکیل مدافع سوزان سرکیسیان میگوید نزدیک به 30 زن ارمنی از او خواستند که درباره قضیه‌های چندین سال اخیر برای آنها معلومات پیدا کند. یگانه طلبی آنها این است که درباره کودکانشان معلومات دریافت نماییم. بعضی والدان اصرار می‌ورزند که فرزندانشان زنده هستند. یک زن گفت روزی که از شفاخانه جواب می‌دادند با او گفتند که طفلش در شرایط نامعلوم ففتیده است. زن دیگر اظهار نموده است که توسط جراحی طفل 32 هفته‌ای را تولد کرد. طفلش را در دست دویه دیده بود. ولی بعد با او گفتند که طفلش وفات کرده است. հետագայում ասել են որ երեխat մահացել է. من طفلم را استلا پاتواکیان نام گذاشتم. من در جستجوی هستم. او را در خواب میبینم. استلا مادرت تو را میکوبد. من یگان ثانیه خاموش نخواهم بود. من تو را روزی میابم. صرف نظر از آن که چند سال لازم شد. حتی سرم سفید شود هم.